بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز انشاءالله می‌پردازیم به بیان نامه‌های اجزای خانه کعبه، نمای بیرونی کعبه، نامه‌هایی که قسمت‌های مختلف خانه کعبه دارد و ویژگی‌هایی که در واقع خود ساختمان خانه کعبه دارد. مواردی هستند که چه بسا بسیاری از مردم در نامگذاریشون اشتباه میکنند یا اساساً نام قسمت‌ها و اجزای مختلف خانه کعبه رو نمیدانند و فرا گرفتن این نامه‌ها و شناخت اجزای خانه کعبه یک بعد عبادی دارد، یعنی احکامی تعیین شده که در هنگام حج و عمره اگر کسی این اجزای خانه کعبه و گوشه و کنار خانه کعبه را نامه‌هایش را نداند و تشخیص ندهد، چه بسا که دچار اشتباه بشود و مناسکش یا حج و عمره اش و مواردی که در طواف هست شاید که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بگیرد. قبلا عرض کردم خدمت شما عزیزان که خانه کعبه، یکی از وجوه تسمیه خانه کعبه که نامش را کعبه گذاشتند این هست که به صورت مکعب هست و مربع و چارزلی هست. بین خاطر خانه کعبه را کعبه میگویند. خانه کعبه قسمت‌های مختلفی رو دارد و این خانه قبلا عرض کردم که قبله تمام مسلمانان هست، یعنی در هنگام نماز تمام مسلمانان در تمام نقاط دنیا باید رویشان را به طرف خانه کعبه و قبله بگردانند. این ساختمان مربع شکل از طرف شرق خانه کعبه رو وقتی که نگاه میکنیم روبروی باب کعبه هست، یعنی قسمتی که دروازه خانه کعبه وجود دارد این قسمت شرقش هست، آفتاب از این طرف در میاد. بعد از آن وقتی که دور میزنیم سمت راستش قسمتی که دیواری هست و به نام حتیم یا حجر معروف هست، این قسمت شمالش هست و قسمتی که روبروی در خانه کعبه هست قسمت غربی هست و قسمت دیگری که روبروی حتیم هست این در واقع قسمت جنوبی خانه کعبه هست. یعنی این اطراف چهارگانه خانه کعبه هستند. از طرفی که شرقش همین قسمتی هست که دروازه خانه کعبه هست و مقابلش می شود غرب و شمال کعبه طرفی هست که حتیم قرار دارد، دیوار کوچکی که قرار دارد و مقابلش طرف بعدیش می شود طرف جنوب. خانه کعبه قبلا عرض کردم که مشتمل بر اجزای مختلف و متفاوتی هست که برای انجام صحیح مناسک حج و عمره و مشخصا طواف باید شما این موارد رو در نظر داشته باشید و بشناسید. ما در
هنگام طواف وقتی که طواف رو شروع میکنیم از حجر اسود شروع میکنیم. از حجر اسود. حجر اسود یعنی سنگ سیاه که داستانی دارد که در برنامه‌های بعد انشاءالله به صورت مفصل‌تر در این زمینه بنده صحبت خواهم کرد. منتها در این برنامه فقط میخوام که این مکانش را خدمت شما معرفی بکنم. در کنار دروازه خانه کعبه و در گوشه سمت چپ، یعنی از وقتی دروازه خانه کعبه رو ما نگاه میکنیم روبروی دروازه ایستاده باشیم، در زاویه چپش این حجر اسود در واقع قرار دارد و این یکی از مواردی هست که باید ما مد نظر ما باشد و طواف رو از اینجا ما شروع میکنیم. یعنی وقتی که از حجر اسود شروع کردیم یک دور کامل زدیم دوباره به این نقطه رسیدیم، یعنی یک طوافی رو یک شوطی رو در واقع انجام دادیم و حجر اسود رو باید استلام بکنیم. این حجر اسود هست و وقتی که دور میزنیم به همین قسمتی که دور میزنیم من تمام اجزا و قسمت ها رو خدمت شما عزیزان انشاءالله معرفی میکنم. بعد از حجر اسود دیواره‌ای که در میان حجر اسود هست تا دروازه خانه کعبه، یعنی از این زاویه حجر اسود که سنگ سیاه در اونجا نصب هست از اینجا گرفته تا قسمت باب و دروازه خانه کعبه، این قسمت معروف هست به ملتزم. قسمت معروف است به ملتزم که خودش جریانی دارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که حجشون رو انجام دادند خودشون رو به این قسمت خانه کعبه چسبانیدند. التزام یعنی چسبانیدن، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون رو به این قسمت خانه کعبه چسبانیدند و دستها را و حتی صورت و رخسار مبارکشون رو بر خانه کعبه گذاشتند، به این خاطر این قسمت را ملتزم نامیدند. بعد از ملتزم قسمت بعدی که میاد این خانه کعبه رو وقتی که ما نگاه میکنیم دروازه خانه کعبه هست، باب و دروازه خانه کعبه هست که از زمین در واقع بلند هست و این اندازه ها رو خدمت شما انشاءالله عرض خواهم کرد و طولی که این دو تا زاویه دارند، یعنی از زاویه حجر اسود گرفته تا رکن عراقی که شما حساب بکنید، یعنی طول این دیوار که خانه کعبه رو وقتی که از طرف شرق شما نگاه بکنید و روبروی در ایستاده باشید، این قسمت 12 متر و 84 سانت هست. طول خانه کعبه اون قسمتی که دروازه خانه کعبه قرار دارد. بعد جلوتر که برسیم حتیم هست. حتیم یعنی همین دیواره‌ای که در طرف شمال خانه کعبه وجود دارد و معروف هست حجر هم گفته می شود. حتیم یا حجر گفته می شود. بسیاری از مردم این قسمت رو نامش رو نمی دانند بنابر افسانه هایی که در این زمینه وجود دارد و روایات غیر صحیح که در این زمینه هستند. بعضی فکر می کنند که حضرت اسماعیل علیه السلام در این قسمت دفن شده، هاجر در اینجا دفن شده، به این خاطر این قسمت رو میگن که حجر اسماعیل. ما چیزی در خانه کعبه به نام حجر اسماعیل نداریم، یعنی نسبت دادن این قسمت از خانه کعبه به حضرت اسماعیل علیه السلام یک افسانه هست و هیچ گونه ارتباطی به اسماعیل ندارد. نام صحیحش حجر هست. حجر از منع گرفته شده. حجر به معنی منع کردن هست، چون که در اینجا این دیوار کوچک را ساختند به خاطر اینکه مردم را منع بکنند که از این جلوتر نروند، زیرا که این قسمت جزو خانه کعبه هست. این قسمتی که دیوار رو کشیدن جزو خانه کعبه هست، بنابر دلایلی در زمان قریش وقتی که این رو بنا می‌کردند از خانه کعبه این رو در واقع جدا کردند. در روایت صحیحین اومده که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که من از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردم در مورد جدر، سألت النبی عن الجدر امن البیت هو، سوال کردم از این دیواره‌ای که وجود داره آیا این جزو بیت هست، جزو خانه کعبه هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که بله جزو خانه کعبه هست. عایشه پرسید که خب پس چرا اینو جدا کردن وقتی که این خانه کعبه رو ساختن، چرا اینو جدا کردن؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که ان قومک قصرت بهم النفقه، علتش این از زمان جاهلیت در زمان قریش وقتی که خانه کعبه رو بنا کردن شرط گذاشتند که حتما باید اموالی که در ساخت خانه کعبه استفاده می شود حتما 100% باید حلال باشد
وقتی که اموال حلال خودشون رو، ثروت حلال تمام قریش رو جمع کردن، برای ساختن کل خانه کعبه کفایت نمی‌کرد، هزینه کم آوردن و این قسمت رو جدا کردند، وگرنه این در واقع جزو خانه کعبه هست. عرض کردم که نامگذاری این قسمت به نام حجر اسماعیل یک اشتباه تاریخی هست، به خاطر اینکه در زمان حضرت اسماعیل و در زمان سیدنا ابراهیم علیه السلام این قسمت به عنوان حجر نبوده، این جزو ساختمان خانه کعبه بوده. به این صورت که امروزه جدا هست و به حجر نامگذاری شده یا به حتیم نامگذاری شده، به این صورت در واقع نبوده و صرفاً در زمان قریش وقتی که خانه کعبه را بازسازی کردن، این قسمت در واقع جدا شد و نام حجر از اون زمان بر این قسمت گذاشته شده. در زمان اسماعیل علیه السلام هیچ گونه در واقع موردی نداشت که این قسمت را حجر بنامند و این جزء خانه کعبه بوده و دیوار خانه کعبه کاملا این قسمت را پوشیده بوده و اسماعیل و هاجر هم در اینجا دفن نیستند. روایات صحیحی که اسماعیل علیه السلام یا مادرشون در اینجا دفن شده باشند وجود ندارد. عرض کردم که حجر میگویند به خاطر اینکه مانعی هست، حصاری هست و نام دیگرش حتیم هست. حتیم یا وقتی ما میگیم تحتیم یعنی خراب کردن، هدم کردن، نابود کردن، چون که این قسمت رو قریش گویا نابودش کرد، اینو شکست و از خانه کعبه جداش کرد، به این خاطر این قسمت رو در واقع حتیم میگن. نام درستش حتیم یا همون حجر هست، حجر اسماعیل نیست. نسبت دادن این دیوار و این قسمت به حضرت اسماعیل علیه السلام یک اشتباه در واقع تاریخی هست و عرض کردم که این قسمت شمال خانه کعبه هست و این زاویه ای رو که در اینجا هست، یعنی در ابتدای این دیوار که شما می‌بینید از خانه کعبه، از کنار حجر اسود وقتی که شما طواف رو شروع کردید به زاویه دیگر میرسید، این زاویه رو میگن رکن عراقی. رکن عراقی یعنی گوشه خانه کعبه که به طرف عراق هست، گوشه خانه کعبه که به طرف عراق در واقع هست. و بعد از این در داخل این چهار دیواری یا این دیوار مدور و دایره شکلی که هست میزاب قرار دارد. میزاب یعنی در واقع آبریز خانه کعبه در اونجا هست که مواصفاتش رو بعداً خدمت شما عرض میکنم. وقتی که دور زدید به گوشه دیگر خانه کعبه رسیدید که قسمت غربش، این میشود رکن شامی. رکن شامی هست. ما 4 تا رکن داره خانه کعبه. اولینش همین رکن حجر اسود هست، گوشه که حجر اسود در آن نصب شده و رکن بعدیش رکن در واقع عراقی هست. قسمت شرق وقتی که ما نگاه بکنیم روبروی کعبه ایستاده باشیم، سمت راست ما میشود رکن عراقی، گوشه عراقی و سمت چپ ما در واقع رکن حجر اسود هست و رکنی که و زاویه‌ای که بعد از رکن عراقی هست نامش رکن شامی هست که به طرف شام هست. و وقتی که برمیگردیم دوباره که میخوایم به طرف حجر اسود بر بگردیم، رکن دیگری که در اینجا هست رکن یمانی هست که دست زدن این رکن در واقع یکی از احکامی هست که در هنگام طواف ما باید مد نظرمون باشه. و از نظر ظاهری و شکل و ظاهر خانه کعبه رو وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که همین پرده خانه کعبه هست که اینم برای خودش یک داستان مفصلی رو دارد و یک کارخانه جداگانه و مجزایی رو دارد برای بافته شدن و برای آماده کردن این پرده. و کنار خانه کعبه و قسمت پایین خانه کعبه یک سکوی کوچیکی دور بر خانه کعبه رو فرا گرفته. یک سکوی کوچیکی که این رو به صورت در واقع مثلثی شکل یک مقداری این رو شیبش دادن که کسی نتواند که بر روی این دیواره راه برود. این قسمت رو اسمش هست شادروان. اسمش هست شادروان. شادروان یعنی این قسمت پایه کوچک و سکوی کوچکی که دور بر خانه کعبه در واقع قرار دارد. اجزای خانه کعبه از نظر ظاهری این مواردی هستند که خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم و داخل خانه کعبه رو وقتی که ما نگاه میکنیم، داخل خانه کعبه 3 تا ستون هست
یعنی تمام ستونهایی که در خانه کعبه هست 3 تا ستون هستند و داخل خانه کعبه به اضافه که چراغه هایی که در اونجا آویزان هست و همیشه در طول سال یک بوی بسیار خوشی از آن استشمام می شود، به خاطر اینکه با بهترین انواع عطر و خوشبویی ها داخل خانه کعبه را در هر سال یک مرتبه ابتدا با آب و صابون تمیز می کنند و بعد از آن تمام قسمت های داخل خانه کعبه را با بهترین عطرهایی که وجود دارد در واقع معطر می کنند. از نظر ظاهری وقتی که دوباره برمیگردیم و مشخصات خانه کعبه را میبینیم، ارتفاع خود خانه کعبه، ارتفاع سقف از زمین گرفته از پی خانه کعبه تا سقفش و دیوارهای آخریش 14 متر هست. ارتفاع خانه کعبه 14 متر هست و طولش از جهت ملتزم یعنی این قسمتی که دروازه خانه کعبه هست، طول این قسمت قبلا هم عرض کردم که 12 متر و 84 سانت هست و طولش از قسمت حتیم یعنی قسمتی که حجر هست و حتیم در واقع گفته می شوند، این قسمتش 11 متر و 28 سانتی متر هست و بین رکن یمانی و حتیم یعنی بین رکن یمانی و رکن شامی وقتی که نگاه میکنیم بین این دوتا رکن 12 متر و 11 سانتی متر هست و در میان دو تا رکن دیگر یعنی از رکن یمانی گرفته تا رکن حجر اسود 11 متر و 52 سانت هست. و حجر اسود را که قبلا عرض کردم که در زاویه کنار دروازه خانه کعبه هست، ارتفاع حجر اسود و این سنگ سیاه از زمین 1 متر و 10 سانت هست. یعنی وقتی که از روی زمین حساب بکنید تا جایی که حجر اسود نصب هست 1 متر و 10 سانت هست و عرض خانه کعبه که عرض کردم و در مورد دروازه خانه کعبه عرضش 1 متر و 90 سانت هست. عرض دروازه کعبه 1 متر و 90 سانت هست و طولش 3 متر و 10 سانت هست. 1.90 در 3.10 و از زمین گرفته از روی پی خانه کعبه تا زیر دروازه یعنی بلندی و ارتفاع در واقع دیوار کعبه تا جایی که دروازه نصب شده 2 متر و 25 سانت هست و در مورد میزاب هم 1 متر و 95 سانت هست، قریب به 2 متر هست و عرض میزاب و این آبریز خانه کعبه 26 سانت هست. ارتفاع دو گوشه میزاب که لبه هایی که دارد و بلند هستند در دو قسمت میزاب در هر قسمتش 23 سانت هستند و دیواره بالای خانه کعبه یعنی از سقف گرفته روی بام کعبه باز یک دیواره دیگری وجود دارد که 80 سانتی متر هست و زیر خانه کعبه دوربر خانه کعبه که عرض کردم که شازروان هست یک قسمت دیگری وجود دارد که ارتفاعش 45 سانتی متر هست و که این شازروان بر روی اون قرار دارد و ارتفاع این شازروان باز هم حدود 13 سانتی متر در واقع هست. اینها خصوصیات ظاهری خانه کعبه هستند و مواردی که شناخت اینها انشاءالله به ما کمک میکند که بهتر خانه کعبه را بشناسیم و در هنگام طواف و در هنگام عبادت قبله خودمان را بهتر بشناسیم و احکام شرعی را که در این زمینه هست آنها را انشاءالله به صورت بهتر و مناسبتر مراعات بکنیم. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر درباره خانه کعبه و مسجد الحرام شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين